باشی. این جوانه تربایت میخوانه که دل از دلخانه میکشه. خیلی شده. از اون بایدایی که شما برش کرتکی میگین. این خارجیان پشت از این خاندان علاق هستن. در ده بالا گفتن که زن تو خوب میخونه. اگر برش بگویی که یک پنجه بخونه خوب میشه. رواج ما مردم نیست که زنم پیش مردم آمارم بخونم. ای بابا این گپا چیست؟ او وقتا را گو خوردن. در شاریا سیل کو که زن و مرد یک جای میرسن. شهر است. ایشه دیست. ایشه کار نشده و نمیشه صاحب. چه تیاد نکن. شهر دی نداره. با اونم که ازتون خوردیم قسم میخورم. از وقتی که سنوبر زنم شده نخوانده. که صداش نشنیده. صداش خراب شده. یادش رفته شما را کشتا نمیه. من یک پاره نمیفهم. Hey, what's the problem? Rod doesn't want to sing song with his wife. من این بانا را قبول نمیکنم. گفتم که زنت بخونه. خانم صاحب. یک خان صاحب آمان مراد. خانم صاحب خواندنش به دردشون نمیخوره. چطور نمیخوره؟ مردم میگه که فقط صداش از نیم ابره. با آن که خارجی هم در ملک خود بگوید که ما هم خواننده داریم. برای ما سرفرازی است. خانم صاحب به لحاظ خدا پشت یپا نگردید. این کارا خوبیت نداره خانم صاحب. زنی که پیش مرد بیگانه بخونه دیگه برای شوی خود زن نمیشه صاحب. دیگه زن نمیشه. میگن که خودش دایرام داره. خانم صاحب خانه ما رو خراب نکنید. شما میرین مستانه مردم دیر اله خود کردم. 1000 دوست دشمن دارم خانم صاحب. حوصله ما سر بردی احمق. تو چی فکر میکنی؟ اینایی که اینجا هستن هر کدامش برابره مویای سرت زن دیدن. شما واره خود نیستن. امی خارجی چی خواد گفت؟ خان صاحب خارجی حق نداره سر ننگ ناموس ما گپ بزنه. رایت قپر رویی. شما عادت کردین که همیشه دسترتان زده آدم کار کنه. انسانیت خود شما نمیفهمیم. صنوبر دایره تاوردار بیا بخوان. ما قسم خوردیم که دیگه نخوانم. مراد گفته دیگه نخوان. ما هم نمیخوانم. مزخرف نگو. مراد خودش هم اینجا ششته راضی است. برش بگو مراد. امی خارجی چی خواد گفت؟ شرم است. آبروی ما رو ریختاندی. بشی پیش نرو. بلا کرد انار بیاده بالینم شبنم گل نار بیاده بالینم بلا ما را به هجران مبتلا کرد انار بیاده بالینم شبنم گل نار بیاده بالینم الهی در بگیرد دستکایش انار بیاده بالینم شبنم گل نار بیاده بالینم سایه مرا از تو جدا کرد انار بیاده بالینم شبنم گل نار بیاده بالینم انار بیاده بالینم شبی تو که گهواره آفتابی چرا با دیگران باران رحمت من ویرانگری خانه خرابی ای با گل من زیبا گل من به
به ترقیدن رسید نازک دل من. ای با گل من زیبا گل من، به ترقیدن رسید نازک دل من. ای با گل من زیبا گل من، به ترقیدن رسید نازک دل من. اگر که گریه ها پایان بگیره، اگر که دردها درمان بگیره، برای ده سرود نو بخوانم، خوشیایم سر و سامان بگیره. Let's go. Okay. But I want my way. Mr. John, Yes. take you for the brigade. Okay, will do. جمع کن فرایب که بریم دیگه. رفتیم. Now it's my turn to ride horse. اوکی. مراد، امشب میمان دارم. اشعار آمدن. سلام برای بیار که بخونه. نمیتونه بخونه. ناجور از تکلیف داره. راه دور است. من بیگاه سر زمین هستم. ناوقت میایم. من خودم کتی موتر پشتش میم. رفتیم. Okay, Amayu, now it's my turn. Come on, Mr. John. Okay. Yeah! Yeah! به خدا اگه پایت دیگر از لخک در غوزه بیرون مانده بود پایت میشکنانم. کفر میشد اگه بد میخوندی. اگر تو در توی بچه قمار نمیخوندی و نمیرقصیدی یا از کجا میفهمیدن تو خوب میخوری؟ من چطور بد میخواندم؟ صدای من قسم است. بی حیا. طالب بی غیرتی رو کردی نکرده که زنش پیش نامورم بشینه بخونه. برای ما آبرو نماندی. مراد گناه ما چیست؟ ما ترسیدم و سرت غضب شده. خیالت مشا میرم. با خدا قسم من زن بد نیستم. تو خیال بد نکن مراد. شو میریم دی بالا پیش بابیم و که بیایی نباشیم پس میره. مراد کدام
هم به انصاف برشان گفته تو خوب میخونی. گریه نکن نوبر، نکن گریه.